سلام به کانال یوتیوب من، خوش اومد. امروز میخوام راجع به همنوایی در پاییز باهاتون صحبت کنم که هر چقدر دنیای نویسنده رو بهتر بشناسیم، خیلی بهتر میتونیم قاعدتاً با خود کتاب ارتباط برقرار کنیم. وقتی که وارد دانشگاه میشه در آکسفورد ادبیات انگلیسی میخونه و فضای آکسفورد این موقعیت رو واسش فراهم میکنه که شروع کنه به نوشتن داستان‌های بلند. زمان جنگ جهانی دوم باربارا پین به عنوان رمزنگار در ارتش بریتانیا مشغول به فعالیت میشه و حالا همنوایی در پاییز کتابی هستش که عمده شخصیت‌هاش انسان‌های معمولی هستند، انسان‌هایی که زندگی معمولی دارن بدون اینکه بخوان اتفاقات عجیب و غریبی از سر گذرونده باشند، قهرمان باشند یا تراژدی به خصوصی رو دیده باشند. چیزی که خیلی بولد هست و حتی در همنوایی در پاییز هم اینو می‌بینیم، زنانی هستند که مستقلاً تنها زندگی می‌کنن یا اینکه بدون هیچ رابطه عاطفی خودشون رو ورای عشق تعریف می‌کنن. 4 تا کارمندن که در یک محیط اداری با هم آشنا میشن و مشغول به کار میشن. اسم کتاب در واقع کوارتت این آتم بوده که کوارتت در واقع به معنای 4 نوازنده هست و این 4 نفر هر کدومشون با اینکه ساز خودشون رو در زندگی میزنن اما در نهایت یک اثر ارزشمند خلق میکنن.